در ادامه میخوام واسطه برنامه‌ریزی سریال که به اختصار SPI هم بهش گفته میشه رو خدمتتون آموزش بدم. واحد SPI مخفف عبارت Serial Peripheral Interface و به معنی واسطه برنامه‌ریزی سریال هستش که توی فصل اول هم یه سری نکات راجع به اون خدمتتون توضیح دادم و من باب یادآوری عرض میکنم که این پروتکل برای ارتباط داده سریال با سرعت زیاد و برای مسافت‌های کوتاه هستش. یک نکته خیلی مهم در رابطه با SPI این هست که این نوع ارتباط سریال یک ارتباط سریال همزمان محسوب میشه و برای راه اندازی اون نیاز به پالس مشترک یا همون CLK خواهیم داشت که در ادامه تصاویرش رو هم خدمتتون نمایش خواهم داد. با این پروتکل میشه وسایل جانبی مختلف یا ارتباط با میکروکنترلرهای دیگر رو خیلی راحت ایجاد کرد. یکی از کاربردهای SPI به عنوان پروگرامر هستش با توجه به اینکه سرعتش خیلی زیاده و برای مسافت‌های کوتاه کاربرد داره. در واحد ارتباط سریال SPI همیشه یک فرمانده وجود داره که اصطلاحاً بهش مستر گفته میشه و یک فرمانگیر وجود داره که اصطلاحاً بهش اسلیو گفته میشه که همونطور که گفتم معمولاً قطعه جانبی هستش یا حالا میتونه خود میکروکنترلر هم باشه. به طور معمول این ارتباط 4 سیمه هستش و با 4 تا پایه‌ای که الان خدمتتون معرفی خواهم کرد ما میتونیم ارتباط SPI رو ایجاد بکنیم. خب بهتر هستش که تصاویر مربوط به SPI رو هم خدمتتون نمایش بدم. خب این تصویر همون آردوینو یونو ما هستش که توی فصل‌های اول بررسی کردیم. ملاحظه می‌فرمایید پایه‌های 10 تا 13 مربوط به واحد SPI خواهد بود. پایه 13 همون پایه SCK یا همون سریال کلاک هست و پالس مشترک رو برای ما تعمین میکنه. پایه 12 پایه MISO خواهد بود که الان توضیح میدم. پایه 11 پایه MOSI هستش و پایه 10 به صورت دیفالت پایه SS یا Slave Select محسوب میشه. خب در رابطه با این پایه ها میخوام خدمتتون توضیح بدم. پایه MISO در واقع مخفف عبارت Master In Slave Out هستش. این پایه برای ارسال داده فرمانگیر به فرمانده مورد استفاده قرار میگیره. پایه بعد که همون MOSI هست برعکس این Master Out Slave In خواهد بود. این پایه هم برای ارسال داده از فرمانده به فرمانگیر مورد استفاده قرار میگیره. سریال کلاک رو خدمتتون توضیح دادم. این پایه با پالس ساعتی که ایجاد میکنه ارسال داده از سمت فرمانده رو به فرمانگیر یا اسلیو همزمان میکنه. چون همونطور که مستحضر هستید توی ارتباطات سریال همزمان حتما نیاز به یک پالس ساعت خواهد بود. پایه اسلیو سلکت یا همون SS که به صورت دیفالت 10 هستش، این پایه روی هر فرمانگیری وجود داره و فرمانده هر فرمانگیر رو که انتخاب کنه این پایه رو صفر میکنه. در واقع مقدارش رو صفر منطقی یا لو میکنه و باعث میشه که اون به صورت فعال بشه. این پایه وقتی بالا باشه یا همون یک منطقی باشه فرمانگیر داده ای از فرمانده دریافت نخواهد کرد. پس خیلی مهمه. یعنی اگر اطلاعاتی قراره به یک میکرو ارسال بشه بایستی پایه SS اون صفر باشه تا ارتباط برقرار باشه. این نکته خیلی مهمی بود در رابطه با پایه SS که الان تصاویرش رو هم خدمتتون نمایش خواهم داد. البته شما میتونید پایه SS رو خودتون هم تعریف بکنید با استفاده از برنامه نویسی که یک اشاره بهش خواهم داشت. شما میتونید هر کدوم از پایه‌های دیجیتال رو به عنوان SS معرفی بکنید، چون امکان داره که بخواید مثلا با استفاده از یک آردوینو چند تا دیوایس جانبی رو راه اندازی بکنید. در اون صورت بایستی پایه‌های SS تون بیشتر باشه. البته در یک آرایشی خاصی که الان خدمتتون نمایش خواهم داد. خب اجازه بفرمایید بریم تصویر بعدی. این تصویر همون مستر و اسلیو رو مشخص میکنه. اصطلاحاً مستر همون فرستنده هم میشه بهش بگیم و اسلیو همون گیرنده ما خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که 3 تا پایه وجود داره. SCLK همون پالس رو تامین میکنه، MOSI و MISO رو هم ملاحظه می‌فرمایید و همچنین جهت اینها هم خیلی مهم هست. همونطور که گفتم MOSI همون Master Out Slave In هست و برای ارسال داده از فرمانده به فرمانگیر استفاده میشه. خب ملاحظه می‌فرمایید ارسال داده های مستر رو به اسلیو فراهم کرده و MISO دقیقاً برعکس این هستش. خب اجازه بدید بریم تصویر بعدی. این تصویر همون تصویر مربوط به واحد ارتباط SPI هستش. فقط خواستم جهت پایه ها رو خدمتتون نمایش بدم. SCLK در واقع از سمت مستر به سمت اسلیو خواهد بود چون میخواد همزمانی رو برقرار بکنه. جهت MOSI رو هم ملاحظه میفرمایید از سمت مستر به سمت اسلیو هست.
MISO به صورت برعکس خواهد بود، چون همونطور که مستحضر هستید در این حالت اسلیو میخواد اطلاعاتش رو بفرسته به سمت مستر و SS هم همون اسلیو سلکت هست که علامت یک خط روش قرار گرفته و این رو نشون میده که اگر مقدارش 0 باشه در اون صورت اکتیو یا فعال هستش. خب میریم سراغ تصویر بعدی. این تصویری که ملاحظه میفرمایید در واقع واحد SPI رو برای چند تا دیوایس تعمیم دادیم. همونطور که گفتم شما میتونید چند تا دیوایس یا ماژول خارجی رو با استفاده از واحد ارتباط سریال SPI مدیریت بکنید. در اون صورت آرایش شما یک حالتش به این شکله، همونطور که خدمتتون گفتم. خب ملاحظه می‌فرمایید که ستاپ‌های مشترک باز وجود دارن، SCCA، MOSI، MISO. SCCA بین همه اسلیو ها برقرار هستش به این شکل، چون میخواد همه اینها در واقع همزمان باشن و بتونن اطلاعات رو رد و بدل بکنن. خب نکته مهمی که وجود داره، دقت میکنید به ازای هر کدوم از اسلیو ها یک پایه SS هم قرار گرفته شده که اینها به این شکل متصل شده. الان اگر مستر بخواد مثلا به این اسلیو 2 یه سری دیتا بفرسته، در اون صورت بایستی بیاد SS2 رو صفر بکنه تا اسلیو 2 تشخیص بده داده‌ای که از سمت فرمانده بهش میرسه بایستی توسط اسلیو 2 دریافت بشه و این دوتا بایستی مقدارشون 1 بشه تا اینها در واقع دیتا رو دریافت نکنن. یا به صورت عکسش هم میشه گفت اگر مثلا بخوایم اسلیو 1 در مدار بمونه بایستی SS1 مقدارش 0 بشه و این بعدی ها مقدارشون 1 بشه. خب این یک آرایش هست. آرایش بعدی که برای در واقع SPI چندگانه وجود داره به این شکلی هستش که ملاحظه میفرمایید. در واقع توی این حالت هم این سه تا پایه برقرار هستش، فقط از یک پایه SS استفاده شده و الان از یه سری مدارات خاص استفاده میکنم و هر کدوم از اسلیو ها که میخواد انتخاب بشه بایستی مقدار 0 باشه تا بیاد انتخاب بشه و داده فرمانده رو بگیره. خب این هم از آرایش مربوط به SPI هست که خدمتتون توضیح دادم. خب این تصویر رو هم که ملاحظه می‌فرمایید در رابطه با همون پالس هاشون خواهد بود و نحوه ارسال و دریافت دیتا رو نمایش میده. خب STK در واقع یک پالس مشترک خواهد بود که در مثلا لبه بالا رونده میاد یه سری کارهای خاص رو انجام میده. خب این MOSI هست، در واقع Master Out Slave In، از سمت مستر یه سری اطلاعات داره فرستاده میشه. ملاحظه می‌فرمایید که در این حالت مقادیرش تغییر میکنه و مثلا میخواد کاراکتر S رو ارسال بکنه، ولی در واقع فعلا توی این قسمت هیچ اطلاعاتی رد و بدل نشده. برای MISO دقیقاً برعکسش هست و در زمان اسلیو اومده کاراکتر مورد نظر رو تونسته دریافت بکنه و ایجادش بکنه. خب این هم SS هست و همونطور که گفتم زمانی که مقدارش 0 باشه به این معنی هست که فعال هست و توی این بازه میتونه اطلاعات رو دریافت و ارسال بکنه. به صورت کامل پروتکل SPI رو خدمتتون توضیح دادم. خب اجازه بفرمایید از این قسمت ها خارج بشیم و به وبسایت آردوینو بریم و در رابطه با کتابخونه SPI یه سری اطلاعات رو خدمتتون ارائه بدم، چون خیلی مهم هست و ما برای اینکه بتونیم برنامه‌ریزی SPI رو ایجاد بکنیم حتما بایستی از کتابخونه SPI.h استفاده بکنیم. خب وارد وبسایتش میشم و توی این قسمت میتونم به قسمت کتابخونه ها یا همون لایبرری ها برم. این رو که انتخاب میکنم کلیه کتابخونه های استاندارد برام نمایش داده میشه. توی این قسمت من میخوام در رابطه با SPI یه سری توضیحات خدمتتون ارائه بدم. خب SPI رو باز میکنم. توی اینجا اگر دقت بکنید نوشته شده که یک کتابخونه هست که اجازه میده ارتباط SPI بین دیوایس ها یا حالا آردوینو ها برقرار بشه. خب توی این قسمت هم یک توضیحات مختصر در رابطه با واحد SPI در اختیارتون قرار داده که من تا حدودی خدمتتون توضیح دادم. میگه واحد SPI یک ارتباط سریال همزمان هستش که میتونه بین میکروکنترلرها یا دیوایس های دیگه برقرار باشه. مشخصه‌ای که داره این است که بسیار پرسرعت هست و برای مسافت‌های کوتاه کاربرد داره و میتونه بین میکروکنترلرها هم باشه. خب یه سری موارد دیگه نوشته که فعلا واردش نمیشیم. پایه‌های مورد نظر رو هم خدمتتون توضیح دادم. MISO، MOSI، SCCA و SS که همون 4 تا سیمی بود که با استفاده از اینها میتونستیم ارتباطمون رو ایجاد بکنیم. خب یه سری نکات خیلی مهم وجود داره. برای اینکه شما بتونید برنامه‌نویسی SPI رو برقرار بکنید یه سری نکات رو بایستی مد نظر قرار بدید که من خدمتتون توضیح میدم. در راه اندازی SPI
بایستی مشخص بکنیم که اول میخوایم با ارزشترین بیت رو بفرستیم که اصطلاحاً بهش MSB گفته میشه، یا میخوایم ابتدا کم ارزشترین بیت رو بفرستیم. LSB هم در واقع به همون کم ارزشترین بیت اطلاق میشه. خب این رو با استفاده از set bit order میتونیم مشخص بکنیم که الان به صورت کامل در واقع دستوراتش رو خدمتتون نمایش خواهم داد. دومین چیزی که بایستی مشخص بکنیم، بایستی بدونیم که ما میخوایم در یک لبه بالا رونده نمونه برداری انجام بشه یا توی یک لبه پایین رونده، یا مثلا تو سطح ولتاژ 0 این اتفاق بیفته یا تو سطح ولتاژ 1. خب این ویژگی رو هم میتونیم با تابع set data mode مشخص بکنیم که الان این رو هم خدمتتون توضیح خواهیم داد. آخر هم این هست که بیایم سرعت تبادل داده رو مشخص کنیم، چون حتما استحضار دارید بایستی بین فرستنده و گیرنده یک سرعت خاصی مد نظر قرار بگیره و با همون دیتا ارسال و دریافت بشه. خب این رو هم میشه با تابع set clock divider در واقع تعیین بکنیم که ورودی اون یک مقسم فرکانسی از فرکانس CPU خواهد بود و با توجه به اینکه بوردهای آردوینو حالا میکروکنترلرشون AVR هست، میتونه با نسبت‌های 2 4 8 16 32 64 و 128 تقسیم بشه که حالت 4 حالت دیفالتش محسوب میشه. این نکته رو هم میدونیم که فرکانس CPU برای بوردهای آردوینو که در واقع یک حالت میکروکنترلر AVR دارن حداکثر 16 مگاهرتز خواهد بود. خب این سه تا پارامتری که خدمتتون گفتم رو میتونیم از تابع ستینگ هم استفاده بکنیم و اونها رو مشخص بکنیم که الان در ادامه اونها رو خدمتتون مشخص خواهیم کرد. خب این خط تیره هایی که کشیده همون سه تا مورد رو مشخص کرده. اولی همون مکسیمم سرعت رو خواسته مشخص بکنه، بعد اومده مشخص کرده که میخواد MSB ارسال بشه یا LSB و در نهایت میخواد در لبه پایین رونده ارسال بکنه یا در لبه بالا رونده. خب اینها مواردی هست که بایستی رعایت بشه. خب توی این قسمت ملاحظه می‌فرمایید که برای در واقع همون تابع set data mode اومده چند تا حالت در نظر گرفته که شما بایستی از یکی از اینها استفاده بکنید. اولین حالت و دیفالتش SPI مود 0 هستش که توی این حالت در واقع توی لبه فالینگ یا همون پایین رونده اتفاق میفته و دیتا کپچرش توی حالت رایزینگ یا همون لبه بالا رونده خواهد بود و اینها هم مربوط به ساعت و موارد دیگهش میشه که فعلا باهاش کار نداریم. خب توی این قسمت هم ملاحظه می‌فرمایید که یک تابع دیگه براتون معرفی کرده بیگین ترانزکشن هستش که به عنوان ورودی در واقع ستینگ رو میگیره. ستینگ همونطور که گفتم همون سه تا پارامتر رو خواهد داشت. اولی همون حداکثر سرعت رو مشخص میکنه، دومین پارامتر MSB بودن یا LSB بودن رو مشخص میکنه و حالت بعدی مشخص میکنه که لبه ها به چه وضعیتی باشن که یکی از این 4 تا حالت خواهد بود. الان به صورت کاملتر خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب این هم مربوط به همون ارتباطات مورد نظر توی انواع بوردهای یونو خواهد بود، توی انواع بوردهای آردوینو که برای مدل یونو اینجا نوشته. MOSI پایه 11 هست، ICSP 4 هم میتونه استفاده بشه. خب اینها هم حتما میدونید کدوم پایه ها هست. من اگر تصویر مربوط به آردوینو رو بیارم، توی این قسمت هم شما میتونید از MOSI استفاده بکنید. همین قسمت هایی که ملاحظه میفرمایید به عبارت ICSP مشخص شده که برای 80 مگا میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در واقع 2 تا پایه وجود خواهد داشت که یکی همین ها خواهد بود و یکی هم همین قسمت ها هست که توی این دیتا شیت کاملا مشخص کرده. برای MISO هم باز به همون شکلی که پایه 12 و یکی هم ICSP پایه شماره 1، برای SCK پایه 13 و یکی هم ICSP شماره 3 و برای SS هم به صورت دیفالت همون پایه 10 هستش که خدمتتون توضیح دادم. خب همین موارد کافی هستش. اجازه بفرمایید بریم در رابطه با توابعی که داره خدمتتون توضیح بدیم. ساده ترین تابعش در واقع همون بیگین هستش. اگر خاطرتون باشه زمانی که با واحد ارتباط سریال کار میکردیم اون رو هم با استفاده از متد یا تابع بیگین شروع میکردیم. برای SPI هم باز به همین شکل هستش. من اگر توضیحاتش رو خدمتتون نمایش بدم، در واقع زمانی که از این متد استفاده میکنیم میاید پایه های مربوط به SPI رو مقدار دهی میکنید. یعنی همون 4 تا پایه رو که خدمتتون معرفی کردم، پایه های 10 11 12 13 توی قسمت دیجیتال آردوینو دیگه از حالت ورودی خروجی خارج میشن و در مود SPI قرار میگیرن و شما میتونید خیلی راحت واحد ارتباط SPI رو
انجام بدید. پس زمانی که میخواید کد نویسی بکنید حتما اولین کاری که برای واحد SPI انجام میدید بایستی از تابع بیگین معرفی بکنید. در واقع برای شروع و معرفی راه اندازی SPI در آردوینو هستش که میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. یه سری نکته در این رابطه وجود داره. این تابع باعث میشه 3 تا پایه استیکا MOSI و MISO به عنوان SPI تعریف بشن. پایه SS رو هم خودمون بایستی برای هر قطعه یا سنسوری که با آردوینو وصل میشه خروجی تعریف بکنیم. پس این نکتهش خیلی مهمه. SS حتما بایستی به صورت خروجی باشه، چون نهایتا میخوایم روی اون یا مقدار 1 منطقی رو قرار بدیم. در این صورت اطلاعات از فرمانده به فرمانگیر ارسال نمیشه و یا بایستی مقدار 0 منطقی رو قرار بدیم که در این صورت فرمانگیر میتونه اطلاعات فرستاده شده از طریق اسلیو از طریق مستر رو بخونه و اون رو در واقع مدیریت بکنه. پس حتما بایستی به صورت خروجی باشه. در غیر این صورت اصلا SPI برای ما کار نخواهد کرد. پس حتما دقت بکنید توی برنامه نویسی پایه SS رو بیایید با استفاده از دستور پین مود به صورت آوتپوت در نظر بگیرید. خب توی این قسمت نحوه دستورش رو مشخص کرده. ملاحظه می‌فرمایید که هیچ پارامتری نداره و هیچ مقدار بازگشتی هم نداره. خب اجازه بفرمایید از این قسمت خارج بشیم. مورد بعدی که وجود داره همون SPI setting هستش که قبل از اینها بهتر هست من اون 3 تا تابع رو خدمتتون توضیح بدم. یکی بیت اوردر هستش که همون MSB و LSB رو مشخص میکنه. یکی دیتا مود هستش که لبه رو مشخص میکنه، میخواد توی لبه پایین رونده این اتفاق ارسال دریافت بیفته یا توی لبه بالا رونده و یه سری موارد دیگه. و یکی هم کلاک دیوایدر هستش که همون مقسم فرکانسی هستش. خب من هر کدوم از اینها رو باز بکنم میتونم یه سری اطلاعات رو خدمتتون نمایش بدم. خب در رابطه با بیت اوردر ملاحظه می‌فرمایید که همون نوشته میخواد اول MSB ارسال بشه یا LSB. خب نحوه استفادهش به این شکله، فقط یک پارامتر میگیره که همون اوردر هست، میتونه LSB first باشه یا MSB first که اگر LSB باشه از کم ارزش ترین بیت شروع به ارسال خواهد کرد و اگر MSB باشه از پر ارزش ترین بیت شروع به ارسال میکنه. خب این set بیت اوردر بود که خیلی ساده هست و خدمتتون توضیح دادیم. بریم سراغ دیتا مود. این رو هم باز میکنم از این قسمت. خب توی توضیحاتش همونطور که ملاحظه میفرمایید گفته با عنوان ورودی SPI setting هم میتونه استفاده بشه که این با استفاده از begin transaction استفاده خواهد شد. الان اینها رو هم خدمتتون میارم. توی این قسمت گفته که مودش رو مشخص میکنه. یه سری موارد مثلا کلاکش رو یا فازش رو و همچنین لبه های بالا رونده و پایین روندهش رو. خب نحوه استفادهش به این شکل، فقط یک پارامتر داره که اون هم مود هستش. مود میتونه یکی از این 4 حالت باشه که قبلا هم خدمتتون نمایش دادم. مود 0، مود 1، 2 یا 3. خب هیچ مقدار رو هم بر نمیگردونه. خب بریم سراغ کلاک دیوایدر. این رو هم خدمتتون توضیح بدیم. این هم تقسیم فرکانسی هستش. خب ملاحظه فرمایید گفته که این هم باز میتونه با استفاده از SPI setting مورد استفاده قرار بگیره و به عنوان ورودی begin transaction هم میتونه استفاده بشه. خب گفته به صورت دیفالت همون SPI کلاک دیویژن 4 در واقع اعمال خواهد شد. مقسم های فرکانسی برای بورد های آردوینو مبتنی بر AVR 248193264 یا 128 هستش. خب دقت بکنید مثلا من زمانی که این رو در واقع دیوایدر 4 در نظر میگیرم، اگر فرکانس کاری بورد آردوینوم 16 مگاهرتز باشه حد اکثرش، این رو تقسیم بر 4 میکنه و میشه 4 مگاهرتز. یعنی با سرعت 4 مگاهرتز دیتا رو ارسال و دریافت خواهد کرد و پیش‌فرضش همون 4. اگر مثلا 2 در نظر بگیرید در اون صورت با سرعت 8 مگاهرتز این کار رو انجام میده. و این هم یه سری نکات بود در رابطه با در واقع دیوایدر. از این قسمت هم خارج میشم. میریم سراغ SPI setting. این رو هم باز میکنیم. خب اینجا توضیح داده که میتونیم یه سری موارد رو تنظیم بکنیم. همون 3 تا پارامتر بود. اینا رو توضیح دادم دیگه واردش نمیشیم. فقط تو این قسمت میاییم و سینتکسش رو خدمتتون توضیح میدم. خب گفته که به این شکل استفاده میشه. SPI begin transaction و بعد به عنوان ورودیش از همون SPI setting استفاده میکنم که خودش 3 تا پارامتر داره. اولی همون مکسیمومش هست، بیشترین سرعتش هست که به این شکل مقداردهی شده. میتونیم هم به این شکل عمل بکنیم، هم از دیوایدر میتونیم استفاده بکنیم. فرقی نمیکنه. هم میتونیم خودمون مقدار مشخص بکنیم و هم میتونیم یکی از اون چند تا حالتی که
در واقع برای مقسم‌های فرکانسی بود و پیش‌فرضش همون دیویژن 4 بود رو اختصاص بدیم. پارامتر بعدی MSB first یا LSB first هستش که این رو هم اومده مشخص کرده و آخرین پارامترش همون یکی از حالت‌هایی بود که لبه مورد نظر رو برای ما مشخص می‌کرد. خب به این شکل پس می‌تونیم از این استفاده بکنیم. خب از این قسمت هم خارج میشم. موارد بعدی که میمونه در واقع end که مشخصه در واقع واحد ارتباط سریال رو خاتمه میده و اون چند تا پایه‌ای که به عنوان واحد SPI تعریف کرده بودیم رو برمیگردونه به همون حالت ورودی خروجی. خب این مورد رو هم که خدمتتون توضیح دادم، اینها رو توضیح دادم. یکی از مهمترین موارد ترانسفر هستش که برای ارسال دیتا استفاده میشه. یعنی زمانی که شما بستر رو فراهم کردید و میخواید دیتا رو ارسال بکنید بایستی بیایید از متد ترانسفر استفاده بکنید که اگر این رو هم گسترش بدم یه سری اطلاعات در رابطه با اون برام نوشته شده. خب تو این قسمت ملاحظه می‌فرمایید چند تا حالت مختلف هم داره. خب گفته که برای سند و ریسیو هستش دیگه، همونطور که از اسمش مشخصه برای ارسال و دریافت دیتا استفاده میشه. خب میتونیم اونها رو در یک متغیر ذخیره بکنیم. چند تا حالت داره، دقت بکنید. شما میتونید از ترانسفر خالی استفاده بکنید و یک مقدار یک بیتی رو ارسال و دریافت بکنید. در این صورت پارامتری که تو اینجا وارد میکنید بایستی 8 بیت یا معادل 1 بایت باشه. اگر داده شما زیاد هستش بایستی از دستور ترانسفر 16 استفاده بکنید که در اون صورت یک کلمه یا ورد رو برای شما ارسال و دریافت میکنه که این شامل 2 بایت یا 16 بیت خواهد بود. یک حالت دیگهش به این شکله که شما یک بافر مشخص میکنید و سایزش رو هم میگید مثلا میخواید این مقدار داده ارسال و دریافت بکنید و تو این قسمت هم مشخص میکنید که سایزتون به چه شکلی هستش. خب در رابطه با پارامترها هم به صورت کامل توضیح داده. بافر هم یک آرایی هستش که میتونیم اون رو تعریف بکنیم. خب تو اینجا هم گفته این 2 بایتی خواهد بود، زمانی که از ول خالی استفاده میکنید 1 بایتی هستش. خب مقدار بازگشتیش همون داده دریافتی هستش که میتونید اون رو در یک متغیر هم ذخیره بکنید که توی این مثال ها ملاحظه می‌فرمایید که این کار انجام شده. فقط دقت بفرمایید زمانی که از ترانسفر 16 استفاده می‌کنید در اون صورت متغیری که در واقع تعریف می‌کنید نمیتونه از نوع بایت باشه چون مقدار بزرگتر هستش و بایستی از انواع بزرگتری استفاده بکنید. خب اینها یه سری نکات در رابطه با واحد SPI بود. من برای اینکه تا حدودی با کامندهاش هم آشنا بشید فقط یک مثال خیلی ساده رو از مثالهای خود آردوینو بررسی میکنم. توی جلسه بعد یک پروژه کامل رو خدمتتون آموزش خواهم داد که ارتباط بین 2 تا بورد آردوینو رو برقرار میکنیم. خب اجازه بفرمایید توی این قسمت من کامپایلر آردوینو رو باز بکنم و به قسمت مثالهای واحد SPI بریم. این پروژه قبلی رو البته یک نیو رو میزنم، این قسمت قبلی رو میبندم. از این قسمت میتونم وارد مثالهاش بشم. به قسمت SPI بایستی بیایم که توی قسمت کتابخونه ها وجود خواهد داشت. خب SPI چند تا مثال نوشته، حالا کار نداریم که مثالهاش چی هست، فقط میخوایم یه سری دستورات رو با هم دیگه ببینیم تا ببینیم در کل چه کارهایی رو انجام داده. مثلا من همین اولی رو اجرا میکنم. خب بیایم بررسی بکنیم. اول همونطور که ملاحظه می‌فرمایید از دستور include استفاده کرده و spi.h رو به پروژه اضافه کرده. خب این قسمت ها رو فعلا باهاش کار نداریم. یه سری متغیر اینا تعریف کرده که فعلا واردش نمیشیم. خب توی قسمت void setup اومده اول یک ارتباط سریال رو ایجاد کرده چون میخواد با استفاده از سریال مانیتور یه سری دیتایی رو برای ما نمایش بده یا مانیتور بکنه. بعد حتما SPI خودش رو بیگین کردیم چون میخوایم در واقع از کتابخونه SPI استفاده بکنیم و با استفاده از همون 4 تا سیم ارتباط SPI مون رو برقرار بکنیم. خب تو اینجا ملاحظه می‌فرمایید که یه سری از پین ها رو به عنوان خروجی و ورودی تعریف کرده که فعلا باهاش کار نداریم. این قسمت رو هم کار نداریم. خب توی قسمت void loop این قسمتش که خیلی برای ما مهم نیست، اومده میخوام فقط اون دستوراتی که مربوط به SPI هست رو خدمتتون معرفی بکنم. خب میایم پایین‌تر توی این قسمت و کار خاصی انجام نداده. توی این قسمت هم باز به همون شکل. دقت میکنید فقط توی اینجا اومده از ترانسفر استفاده کرده و برای SPI یک مقداری رو ارسال کرده و مقدار دریافتی رو هم توی متغیر ریزالت ذخیره کرده و بعداً باهاش کار خواهد داشت و باز همینطور توی این قسمت هم استفاده کردیم.
خب بهتر هستش این رو در قالب یک مثال کامل خدمتتون توضیح بدیم که توی قسمت بعدی به صورت کامل انجام خواهیم داد و ارتباط بین دو تا آردوینو رو با همدیگه از طریق واحد SPI برقرار می‌کنیم و توی پروتوس هم سعی می‌کنم شبیه سازیش رو برای شما انجام بدم. می‌خوام یک پروژه بسیار جامع و کاربردی در رابطه با واحد SPI خدمتتون آموزش بدم و اون هم نحوه ارتباط بین دو تا برج آردوینو با استفاده از واحد SPI هستش که ما بین دو تا آردوینو می‌خوایم یه سری دیتایی رو مبادله بکنیم و از سمت فرمانده یا همون مستر یه سری دیتایی رو بفرستیم سراغ فرمانگیر یا همون اسلیومون. خب برای این کار ما از واحد SPI استفاده خواهیم کرد چون هم مسافتمون بسیار کوتاه هستش و هم می‌خوایم با سرعت بسیار زیادی دیتا ارسال و دریافت بشه. خب برای اینکه مدارش رو خدمتتون توضیح بدم از نرم افزار فریتسینگ استفاده می‌کنم. دو تا برد آردوینو به پروژه اضافه می‌کنیم. این نکته رو هم خدمتتون توضیح بدم که برای پیاده سازی این پروژه شما نیاز به دو تا برد آردوینو خواهید داشت که یکی نقش فرمانده رو بازی می‌کنه و یکی به عنوان فرمانگیر خواهد بود. خب من بردهای آردوینو یونو رو به پروژه اضافه می‌کنم و برای اینکه مدارم رو کامل بکنم از پایه‌های مربوط به SPI که پایه‌های شماره 10, 11, 12, 13 هستش استفاده می‌کنم و پایه‌های در واقع مذکور رو به صورت متقارن در هر دو تا آردوینو به همدیگه متصل می‌کنم. یعنی پایه 13 رو به پایه 13 آردوینوی دیگه در واقع آردوینوی دوم متصل خواهم کرد به این شکل. الان تو رفتگیش رو هم تنظیم می‌کنم و یک حالت مناسبی رو اعمال می‌کنم. خب پایه 12 رو به همون پایه 12 این رو هم یه خورده تنظیمش می‌کنم تا حالت متناسبی بگیره. پایه 11 رو به پایه 11 برای اینکه تو رفتگی هم ایجاد بشه کافیه که روی سیم کلیک بکنید و وقتی که علامت ماوس به این شکل شد یک تو رفتگی ایجاد بکنید. در اون صورت اعمال خواهد شد. و پایه بعدی هم که در واقع همون پایه SS هست و به صورت دیفالت پایه 10 هستش رو به همدیگه متصل می‌کنم. یک نکته خیلی مهم این هستش شما میتونید از هر پایه دیگه‌ای به عنوان SS یا Slave Select استفاده بکنید. در این صورت بایستی حتما اون پایه رو به عنوان خروجی در نظر بگیرید و زمانی که فرمانگیر بتونه از سمت فرمانده اطلاعاتی رو دریافت بکنه بایستی مقدار SS رو معادل 0 یا همون لو قرار بدید. در این صورت هستش که در مدار قرار خواهد گرفت و دیتای ارسالی از سمت فرمانده رو دریافت میکنه و میتونه اون رو نمایش بده. خب من پایه 10 رو استفاده میکنم همون پایه دیفالت هستش. توی برخی از پروژه ها شما زمانی که میخواید با استفاده از واحد SPI چند تا قطعه جانبی رو که مجهز به SPI هست راه اندازی بکنید در اون صورت علاوه بر پایه شماره 10 بایستی از یک پایه دیگه هم استفاده بکنید تا بتونید اگر مثلا چند تا دیوایس خارجی دارید اونها رو انجام بدید. خب قسمت بالا رو به این شکل متصل میکنیم. یک نکته خیلی مهم دیگه این هستش که بایستی GND ها یا زمین های دو تا آردوینو رو هم به همدیگه متصل بکنید. خب فرقی نمیکنه یکی از این GND ها رو به این شکل متصل میکنم به GND آردوینوی دوم. خب الان ارتباطم کامل میشه. پس مدار شما بایستی مطابق همین مدلی باشه که خدمتتون طراحی کردم و خدمتتون توضیح دادم که به چه شکلی هستش. این موارد مربوط به همون SPI ها بود که طراحیش رو انجام دادم. خب پروژه‌مون رو اجازه بدید ذخیره بکنیم. در همون قسمت مربوط به فصل پنجم یک پروژه تحت عنوان SPI میخوام داشته باشم و در داخل این پروژه‌ام رو ذخیره بکنم. در داخل پروژه ها فصل پنجم و قسمت فایل ها SPI اسمش رو هم همون SPI در نظر میگیرم که متناسب باشه. یک خروجی هم ایجاد میکنم تا خیلی ساده بتونم این رو داشته باشم. تو همون قسمت به صورت دیفالت ذخیره میشه. یک حالت PDF هم ازش تهیه میکنم. خب پس پروژه شما به این شکل خواهد بود. الان شما تصور بکنید که اولین آردوینو تو مستر هستش و دومی به عنوان اسلیو هستش. خب ما همونطور که گفتم دو سمت برنامه نویسی خواهیم داشت. یک برنامه رو آپلود میکنیم روی آردوینوی اول و برنامه دیگه که همون اسلیو هستش آپلود میکنیم روی آردوینوی دوم. خب از این قسمت خارج میشم. مدارمون تموم شد. الان اگر به این قسمت برم ملاحظه میفرمایید که تصویر رو در اختیار دارم. مدار شما در نهایت بایستی یک همچین حالتی داشته باشه. خب از این قسمت خارج میشم. یک پروژه آردوینو باز میکنم. منتظر هستم که پروژه ایجاد بشه. خب تو این قسمت یکی دیگه هم ایجاد میکنم. خب این رو ذخیره میکنم. کنترل S رو میزنم توی همون قسمت مربوط به پروژه ها
فصل پنجم و فایل ها SPI و اسمش رو میذارم مستر، یعنی این اولین آردوینومون هست و کدهای مربوط به فرستنده همون فرمانده داخل این قرار خواهد گرفت. اسم فایلش رو هم همون مستر در نظر میگیرم. پسوند فایل های آردوینو رو هم حتما میدونید INO هستش. خب این ذخیره میشه، این یکی رو هم ذخیره میکنم. کنترل S رو میزنم. خب این رو تو یک پوشه تحت عنوان slave میخوام ذخیره بکنم و اسم فایلش رو هم همون slave در نظر میگیرم. خب سیو رو میزنم. الان اینها اوکی هستش. اگر به این قسمت برید ملاحظه می‌فرمایید که فایل های مربوطه ایجاد شده. خب اول میخوایم برنامه سمت فرستنده یا همون فرمانده رو بنویسیم و بعد بیایم برنامه سمت slave رو بنویسیم. خیلی ساده هستش. برنامه سمت فرمانده خیلی راحت هستش و فقط میاییم کارهایی که مربوط به واحد SPI هست رو انجام میدیم. ولی توی قسمت گیرنده یا همون slave یه سری کارهای دیگه بایستی انجام بدیم. به ویژه اینکه بایستی وقفه مربوط به SPI رو فعال بکنیم. اگر خاطرتون باشه تو مبحث وقفه خدمتتون توضیح دادم. برخی از واحدهای داخلی آردوینو خودشون داخل وقفه هستن، یعنی زمانی که مثلا واحد SPI اتفاق میفته یک وقفه هم داره که من میتونم روتینش رو برنامه نویسی بکنم و زمانی که SPI رخ داد بیاد توابع داخل وقفه مربوط به SPI رو برام اجرا بکنه که الان در ادامه خدمتتون توضیح خواهم داد. خب من کل قسمت ها رو البته اجازه بدید فقط کامنت ها رو پاک بکنم. خب به این شکل اینها رو پاک میکنم و الان آماده هستش. خب توی قسمت اول همونطور که مستحضر هستید من بایستی از دستور اینکلود استفاده بکنم. قبلا خدمتتون توضیح دادم. خب به این شکل عمل میکنم و همون کتابخونه SPI.h رو اضافه میکنم. دقت بفرمایید که SPI همش با حرف بزرگ نوشته خواهد شد. خب بعد از این کار خاصی انجام نمیدیم. میایم در قسمت void setup و یه سری کارهای اولیه رو انجام میدیم. چون من میخوام در سریال مانیتور ارسال دیتا رو ببینم، میام اول یک ارتباط سریال انجام میدم. از بیگین استفاده میکنم. سرعتش رو 9600 قرار میدم که سرعت مناسبی هستش. خب توی دستور بعدی خیلی مهم هستش. میام پایه SS رو که به صورت دیفالت تعریف شده هستش و زمانی که شما کتابخونه SPI رو اضافه میکنید یک متغیر تحت عنوان SS وجود خواهد داشت که به همون پایه دیفالت 10 اشاره میکنه و همون slave select هستش. اون رو اول مقدارش رو های قرار میدم تا فعلا slave هم فعال نباشه. خب از دستور دیجیتال رایت استفاده میکنم به این شکل و میگم روی پایه SS میخوام مقدار های یا همون یک رو قرار بدی. هر دو تا مدل رو میتونیم بنویسیم و بعد از اینکه این رو هم اوکی کردیم بایستی واحد SPI رو هم بیگینش رو انجام بدیم تا این هم فعال بشه و اون سه تا پایه‌ای که خدمتتون توضیح دادم در مورد SPI قرار بگیره و دیگه حالت ورودی خروجی برای ما نداشته باشه. همون پایه‌های 11 12 13. خب SPI رو استفاده میکنم. از متد بیگین استفاده میکنم که توی قسمت قبلی به صورت کامل خدمتتون توضیح دادم. خب بعد از اینکه این رو هم انجام دادیم یک کار دیگه میخوام انجام بدم. یک متد وجود داشت تحت عنوان set clock divider. میخوام اون رو هم تنظیم بکنم و یک مودی براش در نظر بگیرم. از همون SPI استفاده میکنم. اسم متد رو مینویسم. دقت بفرمایید که اینا نسبت به حروف بزرگ و کوچیک حساس هستش. set clock divider رو به این شکل مینویسم. بایستی در نهایت رنگش قرمز رنگ بشه. و مدلی که براش در نظر میگیرم مثلا دیویژن 8 هستش یا میتونید مثلا دیویژن 4 هم در نظر بگیرید. هیچ مشکلی به وجود نمیاد. همش با حرف بزرگ نوشته میشه به این شکل که خدمتتون مینویسم. خب و تو این قسمت 8 رو مینویسم. خب ملاحظه می‌فرمایید که رنگش آبی میشه. پس این یک کلمه معرفی شده به کامپایلر هستش. چرا؟ چون رنگش تغییر میکنه و کاملا مشخصه. خب موارد بعدی رو فعلا باهاش کار ندارم. خب قسمت void setupمون تموم شد. بعد میخوایم در داخل void loop یه سری کارها رو انجام بدیم. خب من میخوام یک متن یا یک رشته رو بفرستم به سمت slave. برای اینکه این کار رو انجام بدم اول یک متغیر از نوع 4 در نظر میگیرم که یک کاراکتر برای من باشه به این شکل. دقت بفرمایید که بایستی با حرف کوچیک بنویسم و اسم متغیرش رو C در نظر میگیرم. الان چون میخوام slave مورد نظرم فعال بشه و بتونم اطلاعات رو از سمت فرمانده به فرمانگیر بنویسم پس بایستی این SSی که تو بالا به صورت های تعریف شده بود الان مقدارش رو 0 منطقی بکنم. همین دستور رو کپی میکنم پیست میکنم به جای های 0 قرار میدم
میتونستید مقدار لو هم براش در نظر بگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. خب پس من این رو به این شکل در نظر میگیرم. یا اجازه بفرمایید از این حالتش استفاده بکنم که بشه مثل بالایی. خب بعد از اینکه این کار انجام دادم میتونم از یک حلقه فور استفاده بکنم و رشته مورد نظرم رو بفرستم. خب من یک حلقه فور می نویسم. البته الان در این خصوص هم توضیح خواهم داد. خب میخوام یک اشاره‌گر تعریف بکنم. همونطور که شاید اطلاع داشته باشید شما زمانی که با اشاره‌گرها کار میکنید در واقع یک اشاره‌گر میتونه یک رشته رو پیمایش بکنه و شما خیلی راحت با استفاده از اشاره‌گرها میتونید یک رشته رو بفرستید به هر جایی که در نظر دارید. من میخوام از مستر بفرستم سراغ اسلیو. خب براش یک متغیر در نظر میگیرم. از کلمه کلیدی کانست هم میتونید استفاده بکنید تا متغیرتون به عنوان یک ثابت باشه و بهتر هستش که برای اشاره‌گرها در داخل حلقه ها از این مدل یا از این کلمه کلیدی هم استفاده بفرمایید. خب چون نوعش به صورت کاراکتری هست 4 رو وارد میکنم. برای اینکه اشاره‌گر رو مشخص بکنم یک ستاره میذارم و بعد اسمش رو مینویسم پی. خب میخوام این چه رشته‌ای باشه؟ مثلا میخوام وبسایت فرادرس باشه. من همون فرادرس رو به همین شکل مینویسم و میخوام این رو ارسال بکنم. در نهایت از کاراکتر کنترلی \r استفاده میکنم. بعد از اینکه این رو نوشتم در واقع بایستی چیکار بکنم؟ تو این قسمت یک سمیکالون میذارم و میگم که در واقع تو این قسمت یک شرط در نظر میگیرم. میگم C که همون کاراکتر ما هستش تا زمانی که مساوی اشاره‌گر باشه، یعنی اشاره‌گر به صورت کامل رشته رو پیمایش کرده باشه ادامه پیدا بکن و گام افزایشی هم یکی یکی هسته چون میخوام کل کاراکترهای مربوط به رشته مورد نظر رو پیمایش بکنه. خب به این شکل پس این قسمت رو کامل میکنم. من فعلا این قسمت رو بزرگ میکنم تا کامل بتونید ببینید. خب در داخل این حلقه چه کارهایی رو بایستی انجام بدم؟ خیلی ساده هستش. میتونم از دستور ترانسفر استفاده بکنم و دیتا رو ارسال بکنم. خب از همون SPI استفاده میکنم، از ترانسفر استفاده میکنم، از همون حالت سادهش استفاده میکنم تا در واقع مشکلی پیش نیاد و به صورت 1 بایتی یا همون 8 بیتی دیتا رو ارسال بکنه. خب الان دیتام رو برای اینکه ارسال بکنم بایستی C رو ارسال بکنم. چرا؟ چون در واقع رشتم در قالب مجموعی از کاراکترها هستش و میخوام با استفاده از یک حلقه فور کل رشته رو پیمایش بکنم و کاراکترها رو ارسال بکنم به سمت اسلیو. خب به این شکل عمل میکنم و برای اینکه این رو در خروجی هم ببینم در واحد ارتباط سریال میتونم از دستور پرینت لن یا پرینت مربوط به ارتباط سریال هم استفاده بکنم که قبلا خدمتتون توضیح دادم. کاراکتر C رو تو این قسمت هم قرار میدم. خب این از حلقه فورمون. بعد از اینکه کارمون تموم شد میتونم SS رو باز مقدارش رو های قرار بدم تا اسلیو در واقع غیر فعال بشه و دیگه داده ای رو نتونه بگیره. زمانی میتونه بگیره که این حلقه وایل لوپ هم از اول اجرا میشه و مجددا مقدار اسلیو 0 میشه و باز مجددا میاد رشته فرادرس رو ارسال میکنه به سمت اسلیو و چون اسلیو هم SSش پایین هستش در واقع میتونه اون رو دریافت بکنه. خب یک دیلی هم اعمال میکنم. بهتر هستش مثلا 1000 یا 1500 در نظر بگیرم تا یک وقفه‌ای وجود داشته باشه و کاملا بتونیم نتیجه رو ببینیم. خب پس این برنامه سمت مستر هستش. ملاحظه می‌فرمایید خیلی ساده هستش. اول اومدم SPI رو شروع کردم، بعد از کلاک دیوایدرش استفاده کردم و با دیویژن 8 این رو انجام دادم. بعد اومدم توی قسمت لوپ میخوام یک رشته رو ارسال بکنم. برای اینکه رشته رو پیمایش بکنم بایستی یک کاراکتر در نظر بگیرم. بعد توی این قسمت اومدم از اشاره‌گرها استفاده کردم و یک رشته رو با استفاده از اشاره‌گر پیمایش کردم به صورت کامل و به صورت کاراکتر به کاراکتر میفرستم به سمت اسلیو. این نکته رو هم دقت بکنید که متغیرهای کاراکتری هر کدومشون معادل 1 بایت هستش. پس به سادگی توسط دستور ترانسفر میتونه ارسال بشه. اگر نوعمون بزرگتر بود بایستی از ترانسفر 16 استفاده می‌کردم. خب این برنامه سمت مستر هستش که با موفقیت به اتمام میرسونم. کنترل S رو میزنم، یک مرتبه هم کامپایل میکنم تا اگر مشکلی وجود داشته باشه مشکلش رو برطرف بکنم. خب تو این قسمت SS رو برای من شناسایی نکرده، این رو هم بایستی با حرف بزرگ بنویسم و تو این قسمت هم باز به همون شکل بکنم الان مشکلش حل بشه. خب تو این قسمت که بله درست هستش
و به این شکل مقداردهی شده. خب مجددا کامپایل میکنم. دقت میکنید پس SS چون از کتابخونه SPI اومده اضافه شده حتما بایستی با حروف بزرگ نوشته بشه، در غیر این صورت شناخته نمیشه. خب الان به اتمام رسید و برنامه سمت سرورمون یا همون مسترمون اوکی هستش و میتونیم بریم سراغ برنامه نویسی سمت اسلیو که یه خورده میشه گفت سخت‌تر از این هستش، چون از یک وقفه استفاده میکنیم و یه سری کارهای دیگه هم انجام خواهیم داد. خب پس این برنامه سمت مستر، این رو اوکی کردیم. الان اگر آردوینومون متصل باشه من میتونم این رو آپلود هم بکنم. خب به قسمت دیوایس منیجر اگر برم دقت میکنید که توی قسمت مربوط به پورت ها من 2 تا آردوینو به سیستم متصل کردم. اسم یکی کام 3 هستش، اسم یکی کام 6 هستش. من کام 3 رو به عنوان مستر در نظر میگیرم. خب برای این کار توی این قسمت از قسمت تولز پورت رو کام 3 انتخاب میکنم. دقت بفرمایید که اگر کام 3 انتخاب بکنید کلیه نرم افزارهای آردوینویی که باز کردید به صورت دیفالت کام 3 خواهد شد. پس من کام 3 رو اول انتخاب میکنم، این رو آپلود میکنم روی آردوینوی اولم، منتظر میمونم به پایان برسه و بعد میام از این قسمت این رو روی کام 6 میذارم تا زمانی که برنامه اسلیو هم تموم شد و خواستم این رو آپلود بکنم روی آردوینوی دومی در واقع آپلود بشه. خب این قسمت ها رو پاک میکنم. میخوام برنامه سمت اسلیو رو هم اوکی بکنم. خب اول از همه کنترل اس بزنم این هم ذخیره بشه. چون توی اسلیو هم از SPI استفاده خواهیم کرد باز مثل قسمت قبلی از اینکلودش استفاده میکنیم و کتابخونه SPI.h رو به پروژمون اضافه میکنیم. SPI هم با حروف بزرگ نوشته خواهد شد. دقت بکنید ما تو اینجا اومدیم یک رشته رو فرستادیم. خب الان برای اینکه اون رو در سمت اسلیو دریافت بکنیم بایستی یک آرایه کاراکتری ایجاد بکنیم که در قالب اون بتونیم دیتا رو دریافت بکنیم. خب از همون آرایه کاراکتری استفاده میکنیم به این شکل. اسمش رو مثلا بافر در نظر میگیرم، تو این قسمت بنویسم، به صورت مخفف شده مینویسم و یک سایزی براش اختصاص میدم. مثلا میخوام 100 تا کاراکتر داخلش جا داشته باشه. خب در ادامه 2 تا متغیر دیگه از نوع بایت و بولیان تعریف میکنم. فقط دقت بکنید که بهتر هستش اینها رو به صورت ولتایل تعریف بکنید، چون باعث میشه که در یک قسمتی از رم متغیرتون ذخیره بشه و شما بتونید مقدارش رو تو هر قسمتی ویرایش بکنید. معمولا از این کلمه کلیدی زمانی استفاده میشه که شما از یک وقفه استفاده میکنید. در اون صورت بهتر هست از این کلمه کلیدی استفاده بکنید. خب این رو وارد میکنم، به این شکل بایستی بنویسید. ملاحظه می‌فرمایید یک کلمه کلیدی هستش. همونطور که گفتم زمانی که قبل از تعریف متغیر از این کلمه کلیدی استفاده میکنید باعث میشه که متغیر در ثبات میکروکنترلر ذخیره نشه و در رمش ذخیره بشه و این باعث میشه زمانی که توی رم هستش از هر قسمتی شما بتونید به محتوای اون متغیر دسترسی داشته باشید و اون رو تغییر بدید. ولی اگر در ثبات ها باشه در واقع توی وقفه ها نمیتونید به برخی از اونها دسترسی داشته باشید. خب نوع اولی رو بایت در نظر میگیرم، اسمش رو ایندکس در نظر میگیرم به این شکل. بعد میرم سراغ متغیر بعدی، برای این هم از همون کلمه کلیدی استفاده میکنم. این رو به صورت بولیان در نظر میگیرم و اسمش رو پروسس در نظر میگیرم. الان خدمتتون توضیح خواهم داد که به چه شکلی هستش. خب این از این قسمت. الان تعریف متغیرهامون تموم شد. بیایم توی قسمت وایس ستاپ و ببینیم چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم. چون میخوایم دیتای دریافتی رو در قالب سریال مانیتور هم ببینم باز برای این هم یک سریال رو نیاز خواهم داشت. از بیگینش استفاده میکنم، سرعتش رو 9600 در نظر میگیرم. دقت بفرمایید که سرعت فرستنده و گیرنده بایستی یکسان باشه. توی این قسمت هم همون 9600 رو اعمال کرده بودم. خب بعد از اینکه این رو نوشتم بایستی یک کار خیلی مهم انجام بدم. حتما استحضار دارید. توی اسلیو پایه MISO میشه Master in Slave Out، یعنی میخوایم از طریق مستر یه سری دیتا و Master in Slave Out به این معنی هستش که اسلیو میخواد خروجی باشه، یه سری دیتایی رو بفرسته و مستر اون رو دریافت بکنه. خب برای این کار حتما بایستی با استفاده از دستور پین مود این متغیر رو که در کتابخونه include SPI هستش رو به صورت output تعریف بکنم. حتما این کار رو بایستی انجام بدم چون من میخوام ارتباطم 2 طرفه باشه.
پس از دستور پین مود استفاده میکنم. تماما MISO رو با حرف بزرگ مینویسم و میگم میخوام این به صورت خروجی باشه. خب این رو که اوکی کردم، توی این قسمت یک دستوری رو مینویسم که فعلا در رابطه با این هیچ آموزشی ندادم، ولی این نکته رو بدونید که این دستوری که الان در ادامه خدمتتون مینویسم باعث میشه SPI در مود اسلیو هم فعال بشه. با استفاده از سبوات‌ها و برنامه نویسی تقریبا C++ میشه گفت این کار رو انجام میدیم که خیلی ساده هستش و در قالب یک دستور میتونیم این رو اوکی بکنیم. خب اسم سبواتش رو با حروف بزرگ وارد میکنم، SPCR به این شکل مینویسم. این رو از علامت اور انحصاری استفاده میکنم به این شکل و یک مساوی مینویسم و بعد جلوش به این شکل وارد میکنم. خب این کدی که خدمتتون توضیح دادم همونطور که گفتم برای فعال کردن SPI در مود اسلیو هست. شما میخوایم ارتباطمون دو طرفه باشه و اسلیو هم بتونه به سمت مستر یه سری دیتایی رو بفرسته. با توجه به اینکه توی این قسمت بالا هم اومدیم MISO رو به صورت خروجی تعریف کردیم، چون اسلیو هم میخواد در واقع خروجی باشه و یه سری دیتا به سمت مستر بفرسته. خوبی SPI همین هستش، یک ارتباط دو طرفه محسوب میشه. خب تو این قسمت این دستور رو بایستی به همین شکلی که من مینویسم بنویسید و تو این قسمت هم ثبات SPE رو من نیاز دارم. همونطور که گفتم این دستور باعث میشه در واقع SPI در مود اسلیو هم فعال بشه که به صورت دیفالت این اتفاق نمیافته. خب بعد از اینکه این رو انجام دادیم متغیر پروسس رو میایم مقدارش رو که بولین هست فعلا مساوی فالس در نظر میگیرم. خب دقت بفرمایید یه خورده جابجا شد. خب این از این دستور و بعد دستور مهم دیگه این هستش که بیایم از تابع touch interrupt استفاده بکنیم برای SPI. دقت بکنید به این شکل استفاده میکنم و این رو مینویسم. خب ملاحظه فرمایید که رنگش تغییر پیدا کرد. در واقع من میخوام وقفه مربوط به SPI رو فعال بکنم و زمانی که SPI اتفاق افتاد، یعنی از سمت مستر یه سری دیتایی اومد به سمت اسلیو، بیاد وقفه مربوطه رو فراخوانی بکنه و داخل روتینش یه سری کارها برای ما انجام بده. خب الان روتینش رو هم خواهم نوشت. برای اینکه روتین مربوط به وقفه SPI رو بنویسم به این شکل عمل میکنم. قبل از اینکه وارد قسمت وایل لوپ بشم و دستورات این قسمت رو بنویسم، روتین مربوط به وقفه رو مینویسم به این شکل ISR و دقیقاً اینها رو هم به همین شکل که من مینویسم بایستی بنویسید. این قسمت هم به صورت حروف بزرگ نوشته میشه SPI STC و وکت. دقت بفرمایید که وکت با حروف کوچک هستش. خب این رو به این شکل که نوشتیم بعد میتونیم داخلش کارهای مربوط همون رو انجام بدیم. به همین شکلی بنویسید که من خدمتتون نوشتم. خب در داخلش باز میایم یک متغیر از نوع بایت تعریف میکنیم. میخوایم در واقع با استفاده از وقفه واحد SPI اون داده‌ای که از سمت مستر ارسال شده و به سمت اسلیو اومده رو بگیریم و اون رو بتونیم نمایش بدیم. خب چون در قالب بایت اومده بایستی در یک متغیر بایتی همون رو ذخیره بکنیم و بعد بتونیم با محتواش دسترسی پیدا بکنیم. میگیم در متغیر C که از نوع بایت هستش مقدار ثبات SPDR رو قرار بده. در واقع مقداری که از سمت مستر اومده در داخل این ثبات ذخیره خواهد شد و این هم با حروف بزرگ بایستی نوشته بشه SPDR. خب بعد از اینکه این رو نوشتیم میایم و یک حلقه ایف رو بررسی میکنیم. میگیم اگر متغیر ایندکسی که تو بالا تعریف کرده بودیم و فعلا هیچ مقداری براش در نظر نگرفتیم میایم این رو مدیریت میکنیم. میگیم اگر این کوچکتر مساویه یا همون کوچکتر است سایز اوف استفاده میکنیم. سایز اوف همون سایز مربوط به آرایه بافر رو قرار خواهد داد، چون میخوایم در واقع زمانی این اتفاق بیفته که چیزی وجود داشته باشه. خب از دستور سایز اوف استفاده میکنم به این شکل. ملاحظه می‌فرمایید که رنگش تغییر پیدا میکنه و توی این قسمت اسم آرایم رو مینویسم. خب زمانی که این شرط برقرار شد در این صورت بیا کارهای مربوطه رو انجام بده. در همون آرایه بافر در اندیس ایندکس پلاس پلاسش به این شکل عمل میکنیم تا هر سری یک خونه بره جلوتر و در داخل اون ذخیره بکنه. بیا بایت دریافت شده رو ذخیره بکن. به این شکل که نوشتم. بایت دریافتیمون هم ملاحظه می‌فرمایید که در متغیر C که از نوع بایت خواهد بود هستش و اینجا هم می‌بینید مقدار ارسال شده از سمت مستر در داخل این ثبات قرار گرفته و اون رو در داخل C ذخیره کردیم. هر سری تا زمانی که پایان پذیر بود
میخوایم این کار انجام بشه تا زمانی که سایز بافرمون در واقع پر شده باشه. زمانی که دیگه پر شد این روال میخوایم متوقف بشه. خب پس تا این قسمتش اوکی و بعد میایم یک دستور دیگه در داخل همین ایف انجام میدیم. میگیم اگر میخوایم کاراکتر آخر رشته رو بررسی بکنیم C مساوی بود با کاراکتر کنترلی \r یعنی همون به آخر رسید، در این صورت بیا چیکار بکن؟ بیا مقدار پروسس رو مساوی true قرار بده. خب به این شکل عمل میکنم. اجازه بفرمایید متغیرش رو از این قسمت بردارم، این رو مساوی true در نظر میگیرم و قسمت مربوط به ISR یا وقفه مربوط به SPI به اتمام رسید. خیلی ساده هستش. اومدیم اطلاعات ارسال شده از سمت مستر رو گرفتیم و بررسی کردیم تا زمانی که بافرمون جا داره بیاد اونها رو قرار بده، زمانی که به اتمام رسید دیگه ذخیره نکنه. و نکته‌ای که باز وجود داشت این هستش می‌خوایم رشته رو دریافت بکنه و زمانی که به آخر رشته رسید دیگه اون رو دریافت نکنه و بیاد از اول این کارها رو انجام بده. خب این از این قسمت. بعد از اینکه این قسمت هم تموم شد میایم در داخل وایل لوپ هم یه سری کارهای خیلی ساده انجام میدیم. در واقع بیشتر با پروسس کار خواهیم کرد و می‌خوایم این رو مدیریت بکنیم. خب اینجا یک دستور می‌نویسم، میگم اگر پروسس مساوی true بود زمانی که به آخر رسیده بود در اون صورت بیا این کارها رو انجام بده. خب چه کارهایی رو می‌خوایم؟ اول متغیرش رو مساوی false در نظر بگیره تا دفعه بعدی باز بتونه اطلاعاتی که از سمت مستر ارسال میشه رو بخونه. در واقع این در اون صورت میاد از این قسمت اجرا میشه. خب و بعد از اینکه این کار رو انجام داد می‌خوایم مقدار خونده شده رو در واحد ارتباط سریال هم برای ما نمایش بده. از دستور سریال printlnش استفاده می‌کنیم و مقدار همون بافر رو میاییم نمایش میدیم. خب به این سادگی تونستیم برنامه سمت slave رو هم بنویسیم. همونطور که گفتم نسبت به برنامه سمت مستر یه خورده پیچیده تر بود. با توجه به اینکه تو این قسمت اومدیم خودمون یک روتین وقفه نوشتیم و در داخلش اطلاعات دریافتی از مستر رو اومدیم خوندیم، در آره بافر قرار دادیم و یه سری کارهای دیگه انجام دادیم و بعد در داخل وایل لوپ اومدیم اون مقداری که در داخل بافر بود رو خوندیم و در واحد ارتباط سریال یا همون سریال مانیتور نمایش دادیم. خب این قسمت هم اوکی هستش. کنترل اس رو میزنم، یک مرتبه کامپایل میکنم، اگر خطایی وجود داشته باشه برطرف بشه. در غیر این صورت این رو روی آردوینوی دوم در واقع آپلود خواهم کرد. خب تو این قسمت باز یادآوری میکنم که حتما کام 6 انتخاب بشه. البته برای شما فرق خواهد کرد. 2 تا پورت نمایش میده، یکی رو در واقع برای مستر در نظر بگیرید. بعد از اینکه آپلود شد کارتون تموم شد حتما از قسمت تولز بیایید اون رو تغییر بدید و آردوینوی دوم رو انتخاب بکنید و بعد از اینکه اوکی شد آپلود رو بزنید. خب الان این در حال آپلود شدن روی آردوینوی دوم هست. خب این هم انجام شد. الان کار ما تموم هست و من اگر توی قسمت مستر بیام سریال مانیتورش رو باز بکنم خواهید دید که یه سری دیتا فرستاده میشه که همون فرادرس هستش و در سمت اسلیو هم دریافت میشه. خب دقت بکنید من توی این قسمت باز این رو کام 3 در نظر میگیرم تا سریال مانیتور مربوط به مستر برام باز بشه. از این قسمت اجرا میکنم. ببینید فرادرس در حال فرستاده شدن هست. این داره میفرسته. الان توی این قسمت این رو باز کام 6 میزنم و سریال مانیتور رو باز میکنم. ببینید اطلاعاتی که فرستاده میشه میاد توی این قسمت خونده میشه. خب الان شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا به این شکل هستش و الان ببینید توی یک مرحله تموم خواهد شد و دیگه نمایش نمیده. چه زمانی تموم میشه؟ زمانی که سایز بافر ما تموم شد. دقت بکنید من توی اینجا این رو 100 در نظر گرفته بودم. شما اگر کمتر در نظر بگیرید به این میزان خونده نخواهد شد. مثلا تا این قسمت ادامه پیدا میکنه و دیگه این موارد رو نمایش نمیده چون دیگه سایز مربوط به بافر هم تموم میشه. خب برای اینکه این رو بهتر متوجه بشید من میخوام این رو در پروتوز هم برای شما شبیه سازی بکنم. خیلی راحت هستش. یک پروژه پروتوز باز میکنم. راه اندازیش خیلی ساده هست. فقط بایستی 2 تا برد آردوینو اضافه بکنیم و یک در واقع ترمینال مجازی. خب تو این قسمت آردوینو رو به پروژه اضافه میکنم. یکی رو تو این قسمت قرار میدم، یکی رو تو این قسمت. اتصالات رو مثل همون نکته‌ای که خدمتتون گفتم انجامش میدم. پای 13 رو به 13 متصل میکنم، 12 رو به 12
11 رو به پایه شماره 11، 10 رو هم به پایه شماره 10. حتما GND ها رو بایستی اگر به صورت عملی انجام میدید متصل بکنید، ولی در پروتوس نیاز نیست، چون اینها در واقع به این شکل تصور میشن که GND ها به همون GND متصل هست و اون قسمت های پاور به همون پاور یا 5 ولت. خب این قسمت از این حالت. بعد کاری که انجام میدید میایید از قسمت مربوط به ابزارها ترمینال مجازی رو هم اضافه میکنید، یکی رو برای مستر و یکی رو برای اسلیو. خب در نظر بگیرید که اولین آردوینو که این هستش همون مستر هست و این یکی اسلیو هستش. خب از این قسمت به همون سورس ها میرم، مستر رو باز میکنم. اگر دقت بکنید تو این قسمت یک فایل هگز برام داده که من میخوام اون رو کپی بکنم و استفاده بکنم. دقت بکنید که این کامل انتخاب بشه. کنترل سی رو میزنم، میرم سراغ پروتوس، روی این 2 مرتبه کلیک میکنم، کنترل وی و اوکی رو میزنم. الان برنامه مستر رو اوکی کردیم. برمیگردم سراغ اسلیو، این رو هم تمام صفحه میکنم. باز فایل هگز رو نیاز داریم به این شکل. از این قسمت تا این قسمت رو کپی، کنترل سی، از این قسمت خارج میشم و روی این 2 مرتبه کلیک، کنترل وی و اوکی. خب الان اینها هم اوکی هست، فقط کافی هست که ما ترمینال های مجازی رو هم متصل بکنیم. در خصوص ترمینال های مجازی اگر خاطرتون باشه قبلا توضیح دادم، خیلی ساده هستش. RX به TX متصل میشه و TX به RX، یعنی به صورت قرینه هستن. خب اول اجازه بفرمایید که این رو متصل بکنم، RXش رو به TX و TX رو به RX. برای این هم باز به همون شکل RX به TX متصل خواهد شد و TX به RX. خب اوکی هست. الان میتونیم پروژه‌مون رو اجرا بکنیم و نتیجهش رو در پروتوس هم ببینید. فقط قبلش من کنترل اس رو میزنم و این رو هم ذخیره میکنم تا فایلش رو هم داشته باشیم. توی همون قسمت مربوط به فصل 5 فایل ها و اسمش رو هم همون پرو در نظر میگیرم. خب دقت بکنید اجراش میکنم، این میفرسته ولی دریافت نمیشه. البته بایستی دریافتش هم اوکی باشه و مشکلی نداشته باشه. ببینید این در حال فرستادن هستش ولی توی این قسمت هیچ چیزی نمایش داده نمیشه و ببینیم مشکل به خاطر چی هستش. اجازه بفرمایید یک مرتبه پروژه رو ببندم، اتصالاتمون رو یک بار دیگه چک بکنیم. RX به TX متصل شده و RX به TX. این رو هم که برنامه ریزی کردیم، بله اوکی هست. یه بار دیگه من اسلیو رو انتخاب میکنم. زمانی که به صورت عملی تست کردیم دیدید که هیچ مشکلی وجود نداشت و ما تونستیم با موفقیت خروجی رو براتون نمایش بدیم. خب این مربوط به اسلیو هستش. این رو مجددا انتخاب میکنم. البته پروتوس هم برای شبیه سازی برخی از پروژه ها دچار مشکل هستش و همیشه درست جواب نمیده، ولی فکر کنم واسه این بایستی مشکلی نداشته باشه. کنترل وی رو میزنم، اوکی رو میزنم. خب این قسمت ها هم که به درستی متصل شده، 13 به 13، بعد 12 به 12، 11 به 11 و 10 به 10 که همون SS مون هست. خب مجددا یک بار دیگه اجراش میکنم. خب این قسمت میفرسته ولی دریافت رو نمیتونیم مشاهده بکنیم. من یه احتمال دیگه هم میدم که اون رو هم بررسی میکنم، فکر کنم مشکلمون حل بشه. من فکر میکنم به خاطر سایزی هستش که برای آرای بافرمون اختصاص دادم توی برنامه نویسی قسمت اسلیو. از این قسمت آردوینو اسلیو رو باز میکنم، برنامه‌ای که براش نوشته بودم. توی این قسمت دقت بکنید که برای بافرش 100 رو اختصاص دادم. این رو یه خورده کاهش میدم. احتمال میدم که پروتوس از مقادیر بالاتر پشتیبانی نمیکنه. خب این رو 50 در نظر میگیرم. مجددا این رو یک مرتبه کامپایل میکنم تا خطایی وجود نداشته باشه. با موفقیت در واقع دانک رو دریافت میکنم و این رو بعد آپلودش میکنم. روی آردوینو آپلود میکنم. البته اینجا هم دقت بکنید که حتما کامشش انتخاب شده باشه تا روی بورد آردوینو مربوط به اسلیو آپلود بشه. خب این هم اوکی هستش. از این قسمت فایل هگزش رو نیاز دارم که بایستی بردارم. خب به این شکل
کپی میکنم، کنترل C رو میزنم و وارد پروتئوس میشم. قسمت استیپ همین بود، روش 2 مرتبه کلیک میکنم، قسمت قبلی رو یا فایل قبلی رو پاک میکنم، کنترل V رو میزنم و اوکی رو میزنم. الان فکر میکنم مشکل اوکی بشه. 1 مرتبه دیگه اجراش میکنم. خب بله اوکیه، فرادرس رو میفرسته، اینجا دریافت میشه. دقت بکنید فرادرس رو میفرسته، الان چون 2 تا اینجا نوشته شد 2 تا رو دریافت کرد. زمانی که 3 تا باشه توی قسمت مستر 3 تا رو دریافت میکنه، بعد 4 تا رو دریافت میکنه. توی عمل هم خدمتتون نمایش دادم، زمانی که توی همون آردوینو ها به صورت عملی با سریال مانیتورها نمایش میدادم ملاحظه میکردید که این اتفاق میافتاد. ولی الان مشکلی که داره این تا یه حدی پیش خواهد رفت. دیگه زمانی که اون سایز مورد نظر پر میشه ملاحظه میکنید که برنامه قسمت اسلیو نمیتونه اون رو دریافت بکنه. چرا؟ چون بافر مربوطش پر شده و من چون حجمش رو کمتر کردم، مثلا 50 خونه در نظر گرفتم، ملاحظه می‌فرمایید که فقط چند تا حالت رو میتونه پشتیبانی بکنه. ولی اگر خاطرتون باشه زمانی که به صورت عملی تست می‌کردیم و 100 تا بود، خیلی بیشتر از اینها رو برای ما در واقع نمایش میداد. خب تو این پروژه به صورت کامل نمایش دادیم که چه اتفاقی میفته. اگر ناخواسته این ترمینال های مجازی رو هم ببندید، ضرب درش رو بزنید، نگران نباشید، میتونید روشون راست کلیک بکنید و آخرین گزینه رو بزنید. ملاحظه می‌فرمایید که برای شما باز خواهد شد. از این قسمت هم میتونید پروتئوس رو خاتمه بدید. مجددا این رو کنترل S میزنم تا سیو بشه و در واقع اوکی بشه و فایل های هگزی که تغییر دادیم لحاظ بشن. خب پس توی این قسمت سعی کردم به صورت کامل واحد SPI رو در قالب یک پروژه کامل و کاربردی خدمتتون آموزش بدم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. فقط تغییری که دادیم در آخر اومدیم سایز رو از 100 به 50 تغییر دادیم و مشکل توی پروتئوس هم برطرف شد. همونطور که میگفتم ترمینال های مجازی در واقع محدودیت دارن توی پروتئوس و برای مقادیر بیشتر نمیتونن استفاده بشن. سعی بکنید این رو به صورت عملی هم خودتون کاملا تست بکنید و نتایجش رو ببینید. خب امیدوارم از این قسمت هم استفاده کافی رو برده باشید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.